میدونستید سقوط یک کشور میتونه همزمان هند، چین و روسیه رو تحت تاثیر قرار بده؟ اون کشور ایرانه و نقش همه چیز رو توضیح میده. ایران به طور غیر مستقیم بین 10 تا 15% نفت چین رو تامین میکنه. بخشی از این نفت هم از مسیر کشورهای خلیج فارس و با برچسب‌های متفاوت صادر میشه. برای همین چین یک قرارداد انرژی مخفیانه 25 ساله با تهران امضا کرد. حالا این سناریو رو تصور کنید. اگه حکومت ایران سقوط کنه و تهران دوباره مثل قبل از سال 1979 به سمت نفوذ آمریکا برگرده، آمریکا ناگهان اهرم فشار بیشتری روی نفت ایران، تنگه هرمز و نقاط راهبردی غرب آسیا پیدا میکنه. برای هند این اتفاق خطرناکه. ایران مسیر زمینی هند به ارمنستان و آسیای مرکزیه. اگه ایران تغییر جهت بده، این کریدور قطع میشه و فشار اطراف پاکستان و کشمیر افزایش پیدا میکنه. برای چین این یعنی یک تله انرژی. با حذف ایران، بخش بزرگی از منابع نفتی چین به طور غیر مستقیم تحت نفوذ آمریکا قرار میگیره. و برای روسیه، ایران یک سپر جنوبی محسوب میشه. از دست دادن ایران یعنی از دست دادن عمق راهبردی و توازن منطقه‌ای برای روس‌ها. ایران فقط یک کشور نیست، یک دومینو روی نقشه جهانه و اگر سقوط کنه، موج این اتفاق خیلی فراتر از مرزهاش میره. من سامایم و اگر از این ویدیو خوشتون اومد، ما رو فالو کنید.